سلام بینندگان عزیز و ارجمند. بنابر بحران کرونا ویروس که برای جامعه ما پیش آورده است، برنامه اخبار آزادی از 15 به 10 دقیقه کوتاه کرده شد و اون طوری که شما پیامک‌هایی که به ما فرستادید، یکی از سوالی که از ما کردید که چرا این برنامه به 10 دقیقه آورده شد و حتی کار به جای کشیده است که شهلا گلخواجه ما را کم دعوت میکنه به این برنامهش. حتما وقتی درستر شد باز دعوت میکنیم، صحبت‌های جالب در پیش بینندگان عزیز. به هر صورت در برنامه هم دعوت نکردیم، اگر در این گونه صحبت‌های آزاد میتوانید با بینندگان عزیز ما که مشتاق در شما هستند صحبت کنید. تشکر شما جان. و این به معنی است که بینندگان عزیز، بنابر این کوتاه شدن برنامه اخباری آزادی، بسیار از مغزهای مهمی که از طرف شما دسترس میشه، نوارها، پیامک‌ها ما در سایت رادیو آزادی جای میکنیم و امروز یکی از موضوعی که همکارم عبدالله اشرف دنبال دارد این مسئله این است که این هم بر اساس حرفا و پیشنهادهای شما هست که در بیمارخانه پایتخت پزشک ها از لباس های مخصوص و دیگر از ضرورت طبی محروم هستند و کار به جای کشیده است که ده ها نفر از پزشک ها بیمار شدند و حتی جان دادند. عبدالله این حقیقت داره؟ بله میرزا نبی، چند از همکاران ما و اونهایی که با ما پیام میفرستانند، کاربران، از آنها برمیآید که در بسیاری از بیمارخانه ها دکتران از کمبود لباس محافظتی، خصوصا رسپیراتورها یعنی نقاب های خاص، از کمبود آن خیلی اذیت میکشند. حالا و من صحبت داشتم با کارمندانی که در داخل بیمارستان استقلال حالا و معالجه بیماران کووید 19 مشغولند و آنها با من قصه کردند که خصوصا از کمبود همین رسپیراتورها یعنی نقاب های ویژه طبی اذیت میکشند. این است که حدود 20 دکتر که با معالجه بیماران کووید 19 مشغول بودند بیمار شدند. در کدام بیمارخانه؟ در بیمارخانه استقلال شهر دوشنبه آنها بیمار شدند بنابر کمبود لباس های محافظتی و این همصحبت ما هم میگفت که اگر در این شب و روز نزدیک به آنها همین گونه رسپیراتورها و دیگر لباس های محافظتی تقدیم کردن نشود، احتمال دارد باقی مانده همشیره های شفقت و هم دکتران بیمار شوند، خود آنها بیمار شوند و دیگر نمیتوانند به دیگران کمک رسانند. وضعیت در دیگر بیمارخانه پایتخت چگونه است؟ ولی میرزا نبی، من صحبت داشتم با کارمندان بیمارستان قریه بالا که یکی از بزرگترین ها در شهر دوشنبه است. آنها دکتران آنجا گفتند که آنها از حساب خودشان تا با این روز چند جفت لباس محافظتی خریدند، اما نرخ لباس محافظتی خیلی گران شده است، از 400 تا 500 سومانی. بنابراین آنها نمیتوانند در شبانه روز آینده دیگر از حساب خود لباس محافظتی خرند. بنابراین آنها از مقامات، از جامعه شهروندی دعوت دارند که با آنها کمک کنند و لباس‌های محافظتی را با آنها دسترس کنند. مقامات چی میگویند؟ مفهوم مقامات چی؟ از آیا کوشش‌های آنها بخیر میره؟ برای میرزا نبی، من با عین چنین سوال رو با وزارت تندرستی تاجیکستان دادم. سیده عمرزاده معاون وزیر تندرستی تاجیکستان گفت وزارت این زمان هر در امکان حرکت کرده است که دکتران تاجیکستان را چی در پایتخت چی در مناطق با لباس‌های محافظتی تامین کند. ولی از صحبت کوتاه او برمی آمد که وزارت هم میداند که در جایها نه همه دکتران با این لباس‌های محافظتی تامینند و از کمبود این لباس‌ها وزارت خبر دارد. او وعده بود که در شبانه روز نزدیک تمام کمک‌هایی که آنها به مناطق و پایتخت تاجیکستان تقسیم می‌کنند در سامانه وزارت تندرستی جایگیر میکنند تا این تقسیم کمک‌ها شفاف باشد و همه از آن آگاه باشند. اما منتظر میشیم تا چه از مقامات با این وعده خود وفا میکنند. عبدالله، از تجربه که ما در ژورنالیستیک داریم، مثلا ببینیم وقتی که مسئولای نهادها، وزارتخانه‌ها به سوالای ما خیلی فشرده یا حرکت میکنند که از سوال ما سرپیچی کنند و برای خواننده یک گرسنگی میگذارند، درست است؟ و در این حالت مثلا چی میشه؟ البته ما هم در همین عقیده هستیم که اگر وزارت تندرستی هرچی بیشتر اطلاع دهد، این از شفافیت کار آنها داره میته، ولیکن طور مشاهده میشد آنها خیلی با مشکلی صحبت میکنند و خیلی وقت با زنگ‌های خبرنگاران جواب نمیگویند. تشکر. بینندگان عزیز، این گزارشی که همکارم عبدالله امروز آماده میکنه در سایت رادیو آزادی پخش میشه و اونجا این مقاله رو میتونید بخونید و هر پیشنهاد و هر نظری، هر مثبتی که شما دارید پیشنهاد کنید، ما حتما اون رو در سایت آزادی و در دیگر برنامه جای میدیم و پیش از همه مواظب خودتون و خانواده‌تون باشید. سلامت باشید.